روزی که زنهای سعودی از حق رانندگی برخوردار شدند، در شهر جده خانم ایمان جوهرجی همراه با 3 دوگانش به ساحل بحر رفت و در آنجا از ماشین به دوچرخه نشست. کسی مانع حرکت آنها نشد. با شرافت اصلاحات فراگیر تحت سرپرستی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان، زنان در جامعه محافظه‌کار این کشور از حق رانندگی و آزادی‌های بیشتر در کار و حیات اجتماعی بهره‌مند شدند. کشورهای غربی از این اصلاحات استقبال می‌کنند، ولی دولت سعودی هنوز به دیگراندیشی تحمل زیاد ندارد. شماری از فعالان حقوق که سالهای پیش بر ضد منع ماشینرانی زنان معرکه پیش می‌بردند، تحت تعقیب قرار دارند. هنوز در عربستان سعودی نظام سرپرستی رایج است و زن برای گرفتن شناسنامه و سفر به خارج باید از مرد سرپرست اجازت گیرد. خانم جوهرجی میگوید زنان در آغاز راه طولانی قرار دارند، ولی به هر حال کاهش صلاحیت پلیس اخلاقی که 2 سال پیش قبول شده است به تغییر نمود ظاهری زن در جایهای جمعیتی کمک میکند. زنان از دستگیری حکومت الهام گرفتند. حکومت به زنان مشورتی ورزش داده است. این زن 43 ساله سعودی در سال 2007 برای خود یک پیراهن عنعنوی عربی عبایه دوخت و آن را عبایه ورزشی نام داد. لباس او به دوگانه‌هایش پسند آمد و آنها نیز از این لباس فرمایش دادند. امروز او در شهر جده فروشگاه عبایه‌های ورزشی را باز کرده است. عبایه که در عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس شهرت زیاد دارد، اساساً سیاه بوده همراه با روسری سیاه زن را زیر ستر کامل نگه می‌دارد. در مناطق دوردست محافظه‌کار زنان چهره‌های خود را بجز چشمانشان پنهان می‌کنند. احتمال با مرور زمان عبایه تغییر یابد، شاید کوتاه شود، ولی ما هیچ گاه عبایه را کنار نمی‌گذاریم.